سلام بچه ها. امروز ما سه تا چیز داریم که میخوایم تستشون کنیم. اینا رو ما دیروز از بازار بهچت‌آباد مغازه خانه ملل گرفتیم و قرار امروز تستشون کنیم. بریم تست کنیم. پرایم گلبری. چوبوی ترش لیمویی داره. ببینیم چه بیرنگه. خوشمزه. این واقعا یکی از پرایم‌های خوشمزه‌ای بود. نمره 10 بهش میدم. 10 هستن. این خیارشور وحشی امریکاییه با طعم چیه؟ ترش. یه دونه ترش داره، یه دونه شوید داره، یه دونه تند. خیلی بود ترشی میده. نمیتونم به خدا بخورم. همین یه زبونم میزنم خیلی ترشه. نمیتونم. نمره 1. نه به خدا خیلی بده. خیلی ترشی. نمیتونم به خدا بخورمش. اونجوری که بخوام بهتون بگم این یه ذره ترشه و با اون طعم ترشیش خیلی مزه بدی میده. این یخمکه. این مدل یخمکه زده تاکسیک ویس اپل با طعم اپله. خیلی دوشتنی دوشتنی جهان. چرا اونجوری ساختنش؟ یه ذره مزه همین خیارشوره رو میده. نمره 9 هم میگیره این. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید رو آل که هم موضوع جدید میذارم یوتیوب رو خبر باشه که اول نفر باشین یه ویدیو جدید من میبینید. خداحافظ.